سلام، به دنیای هوش مصنوعی با امیررضا خاتونی خیلی خوش اومدین. تو این ویدیو آموزشی میخوام بهتون یاد بدم که چطور از دیپسیک استفاده کنید. دیپسیک هیولای جدیدیه که رقیب چت جی پی تی و به شما کمک میکنه بتونید با این هوش مصنوعی تمام سوالا و تحلیل‌های مختلف رو بپرسید و جواب مختلف بگیرید. تو این ویدیو آموزشی از پایه با دیپسیک کار میکنیم و یاد میگیریم چطور بتونیم ازش استفاده کنیم. یه سری تکنیک جذاب هم بهتون یاد میدم که چطور بتونیم بهتر ازش نتیجه بگیریم. تو قدم اول وارد سایت دیپسیک میشین، آدرس رو تایپ میکنید توی مرورگرتون، روی گزینه استارت ناو کلیک میکنید. اینجا فقط کافیه لاگین کنید با ایمیل اصلیتون. صفحه براتون باز میشه که توی این صفحه کافیه سوال مورد نظرتون رو بپرسین. مثلا حتی اگر سوالتون هم اشتباه بنویسین، یه کلمه اشتباه داشته باشه، خودش تشخیص میده و سوال شما رو جواب میده. از سوال کردم فاصله زمین تا ماه چقدره، نوشت فاصله میانگین این عدد هستش. اومد قشنگ برای من توضیح داد. حالا یه عکس بهش میدم، روی این گزینه سنجاق کلیک میکنم، یه سوال ریاضی میخوام بهش بدم. ببینید این جوابیه که الان به من داد. حالا فرض کنید یه پی دی اف داریم، میخواین یه سری سوال از این پی دی افتون که میتونه کتاب باشه، جزوه باشه، یه سمینار باشه یا هر چیزی که به صورت پی دی اف و متنی هست، میخواین از اون سوال بپرسین و به یه سری جواب برسین. یه پی دی اف بهش دادم که مال یکی از کلاسام بود. حالا اینجا میگم یه خلاصه مطلب بهم بده. الان این محتوایی که از پی دی افی که بهش دادم بهم داده، یه پی دی افی که در واقع پرامپت نویسیه، یه سری جواب من داده. حالا میتونم بگم نکات مهم این پی دی اف رو به صورت جدول به من بده. حالا ببینید من یه سوال پرسیدم که نکات مهم این پی دی اف رو به من بده، اومد نکات مهم رو به صورت جدولی به من نشون داد. این ویدیو آموزشی سعی کردم بهتون یه سری نکات ویژه رو یاد بدم که چطور بتونید از دیپسیک استفاده کنید. تو آموزش‌های بعدی بهتون یاد میدم که چطور هوش مصنوعی روی سیستم خودتون نصب کنید و بدون اینکه حتی به اینترنت وصل بشین ازش استفاده کنید. منتظر ویدیوهای بعدی من باشید.